دولت وقت که شهید مزاری همزمان بود با آن، نوشته بود که صرف یک مرد حنفی حق کاندید شدن در ریاست جمهوری را دارد. شما از اینجا میدانید که وقتی در قانون اساسی دولت وقت حق کاندیداتوری در ریاست جمهوری فقط به یک مرد حنفی داده می شود، به این معناست که زن نفی میشه و همه این کسانی که دید به حنفی باور ندارند هم نفی صورت میگیره. دیدگاه دوم که برجستگی شهید مزاری را نشان میدهد، یک از رهبران جهادی آن زمان که من نمیخواهم نام بگیرم گفته بودند که حکومتی که در آن زن نقش داشته باشد غیر اسلامی است. یعنی اگر در حکومتی به زنان نقش داده شود آن حکومت غیر اسلامی است. ببینید وقتی ما اظهار می‌داریم که شهید مزاری یک استثنا بود، یعنی این شهید مزاری در زمانه از برابری حق مشارکت زنان، حق تعلیم زنان، حق تصمیم گیری زنان صحبت به عمل می‌آورد که در دیگران نقش زن در حکومت داری عنوان مصداق غیر اسلامی بودن آن حکومت تلقی می‌کند. دقیقاً مزاری زمان از زن و حق مشارکت زن در بلندترین عرصه‌های سیاسی و تصمیم گیری‌های مملکتی گپ می‌زند که دیگران عنوان مرد بودن را تنها به عنوان مصداق یا شرط برای انتخابات ریاست جمهوری می‌دانند. به همین خاطر است که ما همیشه یادآوری کردیم که مزاری یک استثنا بود، در بحث عدالت یک استثنا بود، در بحث نگاه باز نسبت به حقوق جایگاه و مشارکت زنان یک استثنا. شهید مزاری اکتفا نکرد به این که تنها در جریان سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و گفتگوهای دیدگاه مطرح کند. عملاً حداقل ما به عنوان نمونه از دو اقدام برجسته شهید مزاری در مورد زنان می‌خوایم نام بگیریم. بحث اول حضور زنان در شورای مرکزی حزب وحدت. این نشان است که شهید مزاری با آنچه که میگفت باور داشت. دوم ایجاد کمیته امور زنان در ساختار تشکیلاتی حزب وحدت. در ساختار تشکیلاتی حزب وحدت وقتی که کمیته به نام امور زنان تشکیل میشه یا نقش زنان در شورای مرکزی به عنوان عالی‌ترین مرکز تصمیم گیری یک حزب سیاسی در نظر گرفته میشه، این با بیانگر باور شهید مزاری نسبت به حضور و مشارکت زنان است. اما بحث زنان را در اندیشه شهید مزاری من نمیخواهم تنها منحصر به بحث زنان بدانم. ما برداشت نیست که محوری ترین گفتمان را که شهید مزاری خلق کرد گفتمان عدالت اجتماعی بود. ما اگر صحبت از شهید مزاری میکنیم، اگر مباحث تحت عنوان یادمان و گرامی داشت شهید مزاری به عمل میآوریم، مهمترین و محوری‌ترین بحث عدالت است. در بحث زنان باور ما است که شهید مزاری از زاویه عمیق‌تر و با نگاه ژرف‌تر به قضیه حضور و مشارکت زنان می‌دید. در قالب بحث عدالت مشارکت زنان را لازم می‌دانست. عدم مشارکت زنان نفی حضور و مشارکت زنان را در حقیقت نفی عدالت اجتماعی در افغانستان می‌دانید. بنابراین بحث حضور و مشارکت زنان در اندیشه شهید مزاری یک بحث عمیق و ریشه‌دار است. نه مثل کسایی که در عمل در شعار یک چیزی گفته میشد ولی در عمل یک چیزی. برای من از نظر ما پرداختن شهید مزاری به بحث زن فراتر شعار مبتنی بر باوری بود که بر عدالت بنا نهاده شده. بنابراین یک بحث ریشه‌ای است در افغانستان. تمام رفتارها، کنش گفتارها و سخنرانی‌ها، مصاحبه‌های شهید مزاری وقتی ما می‌بینیم در مسیر عدالت ثبت داده میشه. بحث حضور و مشارکت و برابری زنان را که مطرح می‌سازد در گفتمان عدالت می‌تونه معنای دقیق‌تر و جدی‌تر پیدا کنه. ما می‌بینیم که بله یکی از گفته‌های شهید مزاری است که ما وحدت ملی را در افغانستان یک اصل می‌دانیم. دقیقاً شهید مزاری چون عدالت را برای همه می‌خواست، وحدت ملی را در افغانستان یک اصل می‌دانست. ولی رسیدن به وحدت ملی در افغانستان، پایه‌های رسیدن، اساسات رسیدن یا بنیادهای اصیل رسیدن به وحدت ملی را در افغانستان عدالت می‌دانست. تا زمانی که ما خود را شهروندان برابر در یک مملکت ندانیم، تا زمانی که از حقوق برابر برخوردار نباشیم، از فرصت‌های برابر برخوردار نباشیم، چگونه میشه وحدت ملی یا برادری شکل بگیرد؟ در برادری در سایه برابری شکل میگیرد. زمانی که همگی خود را برابر احساس کرد، برادری اساس گذاشته میشه. به این خاطر که وقتی شهید مزاری گفتمان زنان را مطرح میسازد، وقتی در گفتمان شهید مزاری بحث نفی انحصار و استبداد مطرح میشه یا انحصاری که مبتنی بر جنسیت باشه،
استبدادی که مبتنی بر قومیت باشد، این انحصار یا استبدادی که مبتنی بر هر عنصری باشد که عدالت را زیر سوال قرار دهد، در برابر شهید مزاری در برابر او حرف سخن داشتند. یا مثلا وقتی با بحث ساختار قدرت سیاسی یا بحث فدرالیسم را مطرح می‌سازد یا بحث تبعیض در ساختارهای حکومتی را مطرح می‌سازد، همه ریشه در بحث عدالت دارد. و می‌خوایم تأکید کنیم که مسائلی که توسط شهید مزاری مطرح شده، این مسائل ریشه در بحث عدالت خواهی شهید مزاری بوده و با قرار دادن بحث عدالت به عنوان یک بحث ریشه‌ای برای حل قضیه افغانستان به این مسائل پرداخته است. اما در افغانستان یکی از مشکلات اساسی که همواره در افغانستان وجود داشته، متاسفانه ما باید بپذیریم که بحث بی‌عدالتی و تبعیض بوده. این تبعیض در اشکال مختلف ظهور داشته. ما امروز وضعیت زنان افغانستان را ببینیم. خواهر خوب ما خانم انارکلی موضوعات بسیار خوب را اشاره کرد. امروز ما یک قرن نه چندین قرن به عقب گشتیم. زنان حق تحصیل و کار را ندارند. در قرن 21 ما میاییم که آیا دختر افغانستان حق رفتن به مکتب را داشته باشه یا نداشته باشه؟ و فکر کنم این مایه شرمساری است. ما در قرن 21 بر مبنای جنسیت و قومیت حجابی را بهانه قرار داده. دختران تاجیک و هزاره را از مناطق مشخص دشتبرچی و خیرخانه میگیرند به بهانه اینکه حجاب مناسب در نظر نگرفتند. این مایه شرمساری است، به خاطر اینکه دیگران در کجا رسیدن ما در کجا هستیم. یا مثلا وقتی با آمار خودکشی در مناطق جنوب کشور میبینیم، نشان از است که چقدر فضا در افغانستان خفقان‌آور است. وقتی که مردم افغانستان در بدترین و فزاینده‌ترین حالت فقر و گرسنگی قرار میگیرند، نظامداران افغانستان چسبیدن و موی و چادر زنان افغانستان و بریش مردان افغانستان. این نهایت فاجعه را در افغانستان نشان میدهد. اما فراموش کردند که مصروف در جریان 2.5 سال گذشته حداقل 90 فرمان از جمله 180 چند فرمانی که توسط رهبر طالبان صادر شده، 90 فرمان تنها بر علیه زنان افغانستان صادر شده که در آن همه ابعاد زندگی زن افغانستان را متأثر ساخته است. اما فراموش کردند که وقتی ما زن خانه‌نشین می‌سازیم، نصف جامعه افغانستان را خانه‌نشین ساختیم، نصف ظرفیت افغانستان را به تحلیل بردیم، نصف ظرفیت افغانستان تعطیل شده است. اما فراموش میکنند که به همان میزانی که به زنان سهم و مشارکت داده شود، ما استفاده کردیم از همه ظرفیت‌های اجتماعی. چرا نصف ظرفیت یک جامعه را که در راستای انکشاف، در راستای پیشرفت به کار برده شود، خانه‌نشین میسازند و به تعطیل میبرند؟ من فکر کنم این نهایت نگاه عقب‌گرایانه به موضوع زن و به موضوع گفتمان‌های مدرن در جامعه افغانستان. بنابراین با تحلیلی که از وضعیت صورت گرفت، تصور ما است که وضعیت را که طالبان به وجود آورده است باید تغییر کنند. به این نتیجه میرسیم که ریشه های مشکل در افغانستان بسیار عمیق است و با این ریشه های عمیق تا زمانی که مبارزه صورت نگیره، با تحلیل های ساده، با ساده سازی گفتمان ها در افغانستان، ما نمیتونیم قضیه افغانستان را حل کنیم. وقت از این رسیده است که به مشکلات ریشه‌ای در افغانستان پرداخته شود. ببینید همین اروپا که ما و شما فعلا حضور داریم، در جریان یک قرن گذشته از سیلاب‌های خون عبور کردن خیلی از کشورها، ولی بعد از عبور از سیلاب‌های خون به یک فرمول رسیدن و او بحث استوار ساختن مناسبات سیاسی بر اساس مناسبات انسانی و روابط انسانی و حقوق برابر شهروندی. اینا بر اساس حقوق برابر شهروندی توانستن مشکلات ریشه‌ای خود را حل کنند. ولی در افغانستان ما در ادوار تاریخ با بحث برابری مشکل داشتیم، با بحث حقوق بشر مشکل داشتیم، با بحث حقوق زنان مشکل داشتیم. ببینید دوره‌های تاریخی را عبور کنیم. حداقل در یک سال گذشته، زمانی که دنیای مدرن از سیلاب‌های خون عبور کرد و به حقوق برابر شهروندی، دولت‌های رفاه و پاسخگو رسیدن، ما هنوز هم به این باور هستیم آیا دختر ما اجازه دانشگاه رفتن داشته باشد یا نداشته. فاجعه است برای مملکت. بنابراین لازم است که بحث‌ها عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر پرداخته شود. ما باید بپردازیم. ما باید جرأت و جسارتی را داشته باشیم که تاریخ حکومتداری در افغانستان در طول چند قرن ناکام بوده. ما باید بپردازیم به ریشه‌های ناکامی تاریخ حکومتداری چند قرنه در افغانستان. در چند قرن ما تجربه‌های مختلف از حکومتداری نداریم. تا زمانی که حکومتداری مبتنی بر حقوق برابر شهروندی،
برابری بنا نهاده نشود، همچنان در افغانستان این مشکل وجود خواهد داشت و ادامه خواهد داشت. استبداد است. اگر استبداد در قالب نظام شاهی سلطنتی باشد، یا استبداد در قالب امارت طالبانی باشد، یا استبداد در قالب جمهوریت و عنوان انحصار قدرت و حاکمیت و همه صلاحیت ها باشد. استبداد است. با استبداد باید مبارزه صورت بگیرد و با ریشه های تاریخی مشکل باید برخورد صورت بگیرد. برداشت نیست که اساسات نظام آینده باید مبتنی بر عدالت، مبتنی بر برابری حقوق شهروندی، مبتنی بر ارزش‌های حقوق برابر شهروندی، مبتنی بر ارزش‌های حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون باشد. ما باید یاد بگیریم که از دوره‌های گذشته در طول تاریخ همدیگر را زدیم، گفتیم، نسل کشی کردیم، ولی در نهایت یک افغانستان شکست خورده که در عرصه نظامداری بدترین نظام‌ها را تجربه کردیم و در عرصه ملت سازی باید به صراحت گفته شود که ملت افغانستان در ملت سازی شکست خورده است. من می‌دانم این حرف ممکنه برای خیلی ها دشوار باشه شنیدنش، سخت و سنگین تمام شود، ولی ما باید با واقعیت‌ها خود را روبرو بسازیم. ما تاریخ ناکام چند قرن حکومتداری را در کارنامه داریم. ما تاریخ ناکام ملت سازی را در افغانستان، شکست ملت سازی را واقعا در افغانستان در کارنامه داریم. بنابراین خوب است که طالب را با عنوان آخر خط، با عنوان نقطه آخر استبداد باید بشناسیم. از این مرحله باید عبور کنیم، از طالب باید عبور شویم. اما با ارائه راهکارهای اساسی و او راهکارهای اساسی تضمین تعهد به ایمان داشتن و برابری و حق برابری همه شهروندان است. من یک از اشتراک کنندگان نشست دوحه بودم. اخیراً شما در جریان قرار دارید. تلاش‌های در سطح عرصه بین‌المللی در رابطه با قضیه افغانستان اتفاق افتاده است. برادر خوب ما بسیار خوب یادآوری کرد که ما باید از گذشته یاد گرفته باشیم. باید چشم‌داشت نداشته باشیم که دیگران برای ما میایند افغانستان آرمانی میسازند. این ماییم که افغانستان آرمانی من را باید بسازیم. اما با همه اینها در عدم همکاری جامعه بین‌المللی با توجه به پیشینه تاریخی شاید ناممکن باشد که افغانستان از این سیلاب وحشتناک عبور کند. من تصوری نیست یک سری تلاش‌های حداقل در سطح جامعه بین‌المللی برای عبور از بنبست فعلی راه افتاده است. موضع و دیدگاه من همانگونه که شما متن بیانیه من در نشست دوحه هم خواندید، موضع است که ما محتاطانه، نه خوشبینانه، نه بدبینانه، بلکه محتاطانه قضایای افغانستان را باید تخطیب کنیم. محتاطانه به قضایا بنگریم و از هر نوع اقدامی که در راستای حل بنبست فعلی در افغانستان با عبور از نظام طالبانی صورت میگیرد باید استقبال شود. من تصورم این است که بله سیاست در عرصه بین‌الملل پیچیده‌تر از هر زمان است. ما یک وقت سال 2001 داشتیم که در سال 2001 امکان توافق کشورها روی مسئله افغانستان شاید به دشواری امروز نبود، ولی امروز جنگ اوکراین اتفاق افتاد، حوادث در خاورمیانه اتفاق افتاد، بیش از هر زمان دیگر شکنندگی و مناسبات پیچیده در عرصه مناسبات بین‌المللی حاکمه. در چنین شرایطی آیا دنیا واقعا میتواند در مورد افغانستان به نتیجه برسند؟ یک سوال. و آیا هنوز هم افغانستان آنچنان مهم هست برای کشورهای جهان با در نظر داشت تعریفی که از منافع خود دارد تا دوباره بپردازد؟ ما باید انتظارات را در حد معقول مدیریت کنیم. انتظار معقول است که ما باید همزمان با اینکه تحلیل درستی از وضعیت میخوایم داشته باشیم، همزمان با اینکه میخوایم که شرایط و مناسبات پیچیده بین‌المللی را تحت بررسی قرار بگیریم، ولی از هر فرصت و روزنه‌ای که برای ختم روند طالبانی کمک کنه باید استقبال کنیم. من تصورم اینه که همانگونه که قبلا گفتم و در جریان کنفرانس‌ها بسیار به صراحت یادآوری کردیم، اگر عده‌ای از کشورهای جهان چشم به این دختر طالبان را به عنوان راه حل میخواد بر افغانستان تحمیل کنه، این راه حل نیست. ما باور نیست که نه مشکل زنان در چارچوب نظام طالبان قابل حل است و نه مشکل حضور و مشارکت احکام و حضور برابر همه شهروندان است. ما چارچوب نظام طالبانی را هر قدر تغییر بدیم و فیشن بسازیم و همان میزان در عمق مشکلات خود را متور سازیم. تصوری ما است که اصلا چارچوب نظام طالبانی، تفکر طالبانی، ایدئولوژی طالبانی ظرفیت این را نداره که زنان افغانستان را حقوق شهروند برابر اهدا کنند. این ظرفیت در چارچوب نظام طالبانی وجود نداره که تنوع مردم افغانستان را به رسمیت بشناسد.
تنوع اقوام، تنوع مذهبی، تنوع جنسیتی و تنوع فکری و نسلی. بنابراین چارچوب نظام طالبانی قابل اصلاح نیست. بنابراین راه حل پیدا باید شود که باید از این بنبست عبور شود که در او بنبست از او بنبست هم مشکل زنان افغانستان قابل حل باشد و هم مشکل اقوام افغانستان. ما باید بپذیریم که چگونگی ساختار و مناسبات قدرت روابطی که میان اقوام حاکم بوده در طول تاریخ مسئله ساز بوده. خیلی کسا این حرف را در تضاد با وحدت ملی میدانند، ولی به تصوری نیست بیاییم یک بحث ریشه دارتر داشته باشیم. آیا با انکار واقعیت ها و با چشم پوشی بر واقعیت ها میشه که واقعا به وحدت ملی رسید؟ باید اشاره کنیم به موضوعات اساسی که ریشه در تاریخ پیشین افغانستان داشته. حکومت مبتنی بر استبداد دینی و سیاسی فعلا در افغانستان حاکمه. هیچ کس نمیتونه که انکار کنه. نه قانون اساسی وجود داره، نه قانونی که رابطه شهروند را با حکومت تعریف کنه، نه قانونی که تعریف شده باشه که حقوق شهروندان باید به وضاحت بیان شود. ما 2 ساله که فریاد داریم که اگر هیچ چیزی برای طالبان قابل قبول نیست، فصل دوم قانون اساسی سال 2004 که حداقل حقوق اساسی و وجایب احباد او گفته شده، امی فصل حداقل پذیرفته شود. امی فصل حداقل اساسی برای یک سری آزادی ها برای حقوق احباد به صورت موقت قرار میگیره، نه به صورت دائمی که به صورت دائمی معلومدار مردم افغانستان دوباره باید تصمیم میگیره، ولی حداقل برای اینکه جلوی کشتارهای هدفمند گرفته شود، برای اینکه جلوی تبعیضات سیستماتیکی که هم در پالیسی های رسمی طالبان وجود داره هم در ساختارهای رسمی. یک وقت تبعیض وجود داره ولی به صورت نمادین حداقل در قالب پالیسی های رسمی وجود نداره. امروز تبعیضی که در افغانستان دامن افغانستان را گرفتن، این تبعیض اگر جنسیتی است، اگر قومی است، اگر مذهبی است، روی هر مبنایی که هست، این تبعیض حتی در ساختارهای رسمی، در فرامین رسمی تشکیل پیدا کرده. هم در ساختارهای حقوقی رسمی، هم در تشکیلات رسمی طالبان و هم در پالیسی های رسمی. بنابراین آنچه که در افغانستان جریان داره فراتر از تعریف تبعیض. ما میدانیم که در امتداد نسل کشی دوامدار هزارها که همیشه به عنوان یک مجموعه قومی آسیب‌پذیر وجود داشته، کشتار هدفمند مشخصا مسجد در دشت برچی قرار میگیره، در کندوز میره مشخصا جایی که هزاره افغانستان زندگی داره مورد هدف قرار میگیره، در قندهار تلاش صورت میگیره مشخصا اون نقطه‌ای که باید هزارها هدف قرار بگیره. و از طرفی کوچ اجباری متاسفانه امروز یک واقعیت بسیار آشکاره که هیچ کس نمیتونه انکار کنه. در گزارش‌های رسمی سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی شما شاهد هستین که از دایکنجی، از بامیان، از جاهای مختلف، از ناور، از بهسود مردم وادار از لعن سرجنگل مردم وادار به کوچ اجباری شد. اینا واقعیت‌هایی است که نمیشه انکار کرد. یا مثلا غصب ملکیت امروز چیزی نیست که پنهان شود. مالیات سنگینی که داده میشه 25 سال قبل 20 سال قبل حادثه اتفاق افتاده، بنابراین مردم بهسود باید چند میلیون افغانی غرامت پرداخت. باید مردم ناور چند میلیون غرامت پرداخت. اینا واقعیت‌های وجودی افغانستان و واقعیت‌هایی است که نمیشه انکار کرد. در گزارش‌های رسمی آمده. امروز سیک و هندو افغانستان وادار به کوچ دستجمعی شده. همزمان با آمدن طالب با عنوان یک مجموعه که آسیب‌پذیر بوده در طول تاریخ، امروز با چند برابر آسیب‌پذیری مواجه است. اینا واقعیت‌های افغانستان. زنان افغانستان از زندگی عمومی کاملا حذف شده. به عنوان جنس دوم باید برخورد میشه. یک آپارتاید جنسیتی در اختیار زنان جاری است. اینا واقعیت‌های افغانستان. بحران بشری، فقر فراگیر. امروز 23.4 میلیون افغانستان نفوس افغانستان روزمره به خاطر تامین معیشت و کمک‌های بین‌المللی نیاز داره. میشه دنیا رو گل گلزار گفت، میشه با چند فیلم و تصویر با یک چند سفری که در دهات‌های افغانستان یک تعداد کسان لابیگران طالب انجام میدن واقعیت‌های افغانستان دگرگونه جلوه. واقعیت همین است که است. بنابراین طالبان قدرت را در افغانستان قبضه کرده است. بحث قدرت را مگر نادیده بگیریم، همه داشته‌های مردم افغانستان، آزادی‌های مذهبی، آزادی‌های قومی، آزادی‌های تمام آنچه که تحت عنوان حقوق و آزادی مطرح برای یک انسان در قرن 21 از مردم افغانستان گرفته شده. اما این طرف واقعیت تلخی دیگر وجود داره. خواهر ما انارکلی بسیار خوب یادآوری کرد که این طرف ضرورت و پذیرش هم دیگر داره. اما اپوزیسیون یا جریان‌های سیاسی هر کدام به ساز خود می‌رقصد. متأسفانه من تصورم نیست که در کنار ده‌ها دلایل دیگری که در 2.5 سال کمک کرده که طالبان ادامه پیدا کنه، یک از دلایل عدم انسجام و هماهنگی لازم یعنی حوزه ضد طالبه. این حوزه ضد طالب
مبارزات زنان، این حوزه ضد طالب احزاب سیاسی گذشته رهبران جهادی، این حوزه ضد طالب جوانانی که با مفکوره طالبانی هم خویی ندارند، این حوزه ضد طالب قشر تحصیل کرده دانشگاهی و اندیشمندان ما که همه در هر گوشه افتادن و هیچ کدام از هیچ کدامی نمیتونن که یک طرح برنامه مستجم بسازن و این کمک کرده به صورت غیر مستقیم و ناخواسته به طالب. به همان میزانی که حوزه ضد طالب پراکنده باشد، به همان میزان کمک کرده غیر مستقیم متاسفانه به ثبات و دوام حکومت طالبانی در افغانستان. حالا چی باید کرد؟ سوال اساسی است چی باید کرد؟ افغانستان در دشوارترین مرحله خویش هویت‌ها نادیده گرفته شده، تنوع نادیده گرفته شده، یک حکومت یا نظامی که در هیچ قالبی جور نمی‌آید، نه در قرن 21 اطراف افغانستان دیوار کشیده شده و در انزوای کامل بین‌المللی به سر می‌برد. در چنین شرایطی که قشر تحصیل کرده نیروهای مخالف تفکر طالبانی هر کدام پراکنده و یک دیدگاهی وارد ندارند، اما طالبان با برنامه متاسفانه با ابتکار عمل در خود می‌کنند. این هم یک واقعیت است، گرچه ما خوش نداریم این واقعیت را، ولی باید بپذیریم که متاسفانه طالبان در جریان 20 سال گذشته، در جریان 2 سال گذشته روی هدفی که داشته بسیار متمرکز کرده و این نقطه ضعف است برای دیگرانی که در حوزه ضد طالبان قرار دارند. اما ما وقتی میتونیم تحلیل درستی وضعیت داشته باشیم که وضعیت دشمن را هم درک کنیم. ما از توانمندی های طالب هم باید بدانیم، گرچه خوشمان نمیاد، گرچه آشنا برای ما دلپذیر نیست، اما باید گفته شد. واقعیت است که حوزه ضد طالب در بی‌برنامه ترین وضعیت ممکن قرار دارد. مبارزات زنان برای دستاوردهای داشته، حداقل به خصوص مبارزات زنان و دختران شجاعی که در داخل افغانستان در یک جنگ نابرابر با طالبان از حق و آزادی همه ما دفاع کردند. نه تنها از حق آزادی و برابری زنان، نه تنها از حق زن، از آزادی ملت افغانستان دفاع کردند. در فردای آزادی اگر قرار باشه که نوشته شود قلم روی تاریخ آرزویی داشته باشه که تاریخ آزادی خواهی در افغانستان ببینید، در فردای آزادی این دختران جسور افغانستان که در کوچه‌های کابل در برابر وضعیت موجود ایستادند خواستن آزادی را رقم بزنند و این صداها صدفصل‌های کتاب تاریخ آزادی خواهی خواهد نوشت. این هم یک واقعیت است. اما با همه اینها حالا چی باید کرد؟ مبارزات زنان یک بخش قضیه. در ادامه نشست دوحه مثل که من قبلا گفتم ممکنه اقدامات صورت بگیره. ممکنه اگر کشورها به توافق برسند نماینده ویژه‌ای از آدرس سازمان ملل در امور صلح افغانستان تعیین شود. در چنین وضعیتی فرض را بر این بگذاریم که مناسبات پیچیده‌ای که در عرصه بین‌الملل حاکم کشورها به توافق رسید، نماینده خاص تعیین شد و به صورت نسبی یک توافق نسبی روی حل قضیه افغانستان شکل گرفت. در چنین شرایطی چی باید کرد؟ آیا این چی باید کرد را تانستیم در 2 سال گذشته که بدترین روزگار را سپری کردیم پاسخ بدیم؟ جواب ما متاسفانه است، تلخ است ولی نه، نداشتیم متاسفانه. حالا چند سوال مطرح. ما به حیث مردم افغانستان به صورت کل چی باید؟ ما به حیث زنانی که از همه حقوق محروم شدیم چی باید؟ ما جایگاه حوزه ضد طالب، حوزه ضد طالبی که با تفکر طالبانی، با ایدئولوژی طالبانی، با طرز رفتار و منش و گفتار طالب مشکل داریم چی باید کرد؟ و در آخر ما به حیث هزارهای افغانستان که در هر مرحله تاریخی کوتاه‌ترین دیوار ما بودیم، آسان‌ترین خونی که ریخته شده از ما بودیم، ما چی باید کرد؟ شاید فعلا با توجه به اینکه مباحث پراکنده میشه، شاید در 3 اقصا مجال بحث نباشه یا حداقل فرصت کافی نباشه که هر کدام یک بحث عمیق داره. به حیث ملت افغانستان با تجربه گذشته شکست ملت سازی و شکست حکومتداری چی باید کنیم؟ یک بحث عمیق پیچیده است. با در نظر داشت مبارزات تاریخی، مبارزات پرهزینه زنان چی باید کنه؟ اینا هم یک بحث بسیار ممکن دامنه گسترده داشته باشه. و در عین زمان حوزه ضد طالبی که هر کدام از خود یک بیرق دارن و یک پرچم، هر کدام از خود یک ساز دارن و یک سرود، یه ممکنه یک بحث خیلی عمیق و ریشه لازم باشه. اما میپردازیم به این که ما از جایگاه هزارها این 3 بحث هم باید در زمان مناسب پرداخته شود، تحلیل شود، ریشه یابی شود، راه حل‌های مبتنی بر تحلیل وضعیت صورت بگیرد. ولی فعلا میپردازیم به این که از جایگاه هزارها چی باید کرد. هزارهایی که همیشه آسیب‌پذیر بودیم، هزارهایی که همیشه اموال وقتی دختری از دشترچی تصویر ویدیویی که از دختر نشر شد که
که مقاومت صورت میگرفت توسط دختر در برابر سربازان طالب که در موتر انداخته نشود. این تلخترین و دردناکترین تصویر ساده که اقتدار سیاسی هزارها را زیر سوال قرار داده. برای ما او ویدیو دیگر تنها بحث گرفتن یک دختر نیست، بحث زیر سوال قرار دادن اقتدار سیاسی هزارهاست. با همین وضعیت از جایگاه هزارها ما میخوایم به چند چالش صحبت کنیم. چالش ها ممکنه زیاد باشه. با استفاده از فرصت میخوایم به عنوان یکی دو بحث در مورد چالش ها و یک تعداد پیشنهادات داشته باشیم. اولین چالشیه که ما بیش از هر زمان نیاز به کار و آمادگی داریم، ولی بیش از هر زمانی مصروف کارهای نسبتاً غیر بنیادی هستیم. بله کارهای زیادی در 2-3 سال گذشته صورت گرفت. کمپاین استاپ هزار جنوساید پرشکوه‌ترین، خوبترین و بنیادی‌ترین حرکتی بود که هزارها رقم زد. اینا هر کدام رد پای را شما می‌بینید وقتی از شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو صدای هزاره بلند میشه. وقتی دیروز در پارلمان اروپا گفت که هزاره‌های افغانستان در لایه‌های متفاوت‌تر مورد هدف قرار می‌گیره، اینا تاثیرات صداهایی است که شماها در عالم مهاجرت و غربت بلند کردین و یک تعداد صداهایی که از داخل با توجه به وضعیت موجود هم صدایی نشان دادن. با همه این تلاش‌هایی که اتفاق افتاده ما می‌خوایم یک عرصه متفاوت‌تر را بررسی کنیم. او عرصه متفاوت‌تر آمادگی ما برای نظام پسا طالبانی چیست؟ من این حرف را شاید 1.5 سال پیش در یک از سخنرانی‌ها در اسلو بیان کردم که ما با همه اینکه طالب قدرت را قبضه کرده است، ما باید فرصتی داشته باشیم که در چنین شرایطی آمادگی بگیریم برای نظام پسا طالبان بالاخره رفته نیست و باید بره، چون راه حل افغانستان نیست، چون افغانستان به همه تعلق داره، چون افغانستان مال مشترک ماست. ما باید خود را صاحب قدرت در افغانستان بدانیم. ما نه من حیث فرد، ما من حیث یک مجموعه‌ای که به سرزمین به نام افغانستان تعلق داریم، این حق را به خود میدیم خود را صاحب و مالک قدرت در افغانستان بدانیم. نباید صاحب و مالک قدرت در افغانستان. مهمترین چیزی سوالی که در برابر ما قرار دارد با همین وضعیتی که فعلا حاکمه برای نظام پسا طالبانی واقعا چه آمادگی داریم؟ ما در ابوار مختلف محرومیت‌های زیاد را تجربه کردیم من حیث هزاره‌های افغانستان. تجربه‌های منفی و مثبت ممکن زیاد داشته باشیم. تجربه تعامل با همه احکام را داریم. ما اگر حکومت دهه 70 را نظر بگیریم تا حکومت‌های گذشته تا 20 سال جمهوریت را که او هم یک بحث مفصل دیگر نیاز داره، نقاط ضعف، نقاط قوت و همه این چیزا. ما حتی دوره‌های مختلف تاریخی، چی دوره‌های دور حکومتداری، چی دوره‌های نزدیک دهه 70 بعد دوران جمهوریت و طالبانی همه اگر بررسی قرار بدیم، من فکر کنم ما ضرورت داریم که یک بحث کارشناسانه و دقیق نیست. برای پسا طالبانی آمادگی ما حداقل تحلیلی که ما داریم اینه که دوباره اگر آمادگی جدی برای نظام پسا طالبانی نداشته باشیم، با برنامه عمل نکنیم، باز دچار مشکل خواهیم بود و باز تکرار ناکامی‌های گذشته خواهد. این یک اصل ضروری است. نقطه دوم، دورنمای ما برای آینده افغانستان واقعا چیست؟ افغانستان در خلای کامل حاکمیت قانون، هیچ چیزی وجود نداره. مجموعه به زور انفجار و انتحار آمده قدرت را گروگان گرفته، قدرت را قبضه کرده، مردم افغانستان را گروگان گرفته. در چنین شرایط دورنمای ما چیست؟ یک تعداد طرح فدرالی مطرح کردن و تأسیس از آنچه که رهبر شهید مزاری مطرح کردن. یک تعداد دیگر ساختارهای دیگر مطرح، یک تعداد دیگر ممکنه نظام‌های قبلی سر قانون اساسی قبلی تاکید داره ولی سوء تفاهم نشود که بحث سر قانون اساسی گذشته فقط یک فصله. او فصل حقوق اساسی که آزادی‌ها به رسمیت شناخته شده، نه همه قانون اساسی که نباید سوء تفاهم خلق شود. من شخصا خودم بسیار به صراحت می‌خوایم بگم با توجه به اینکه جغرافیا نفوس مردم پراکنده است در جاهای مختلف، من به نتیجه نهایی درباره نوعیت نظام سیاسی حداقل مطالعه نهایی در مورد نظام سیاسی ندارم. خوبه که هر کدام به صراحت اعتراف کنیم که درباره نظام سیاسی ممکنه فهم کافی که چطور منافع کلی تعریف کنه شاید وجود نداشته باشه و تصورم است که حتی جامعه هزاره افغانستان جدا از بحث با دیگر اقوام، حتی جامعه هزاره افغانستان هم ممکنه سر نوعیت نظام سیاسی یک نگاه کارشناسانه دقیق مسلکی و تخصصی
که چطور منافع تعریف شود، چگونه مثلا هر ارائه میشه با 11 ایالت یا مثلا نمونه های ما فکر کنم در این عرصه ما یک بحثی بسیار بنیادی و تخصصی نیاز داریم. امروز تعداد قلمبدستان، تعداد کسایی که دانشمند هستند در عرصه‌های مختلف نظامداری، حقوق اساسی خواندن، متخصص هستند، کم نیست در بیرون از افغانستان. ما ظرفیت به حد کافی داریم. این ظرفیت ها میتونه با در نظر داشت وضعیت جغرافیایی، با در نظر داشت که نسل هزارهای افغانستان در چند گوشه افغانستان پراکنده است، میتونه که تعریف کنه که در کدام نوع نظام ما میتونیم واقعا صاحب از جایگاه این که افغانستان متعلق به ماست، در افغانستان باید در تصمیم گیری ها دخیل باشیم، حق هیچ کسی ضایع نشه. این به معنی نیست حق پشتون افغانستان رو ما بگیریم، حق تاجیک و ازبک افغانستان، حق ایماک و هندو و سیک افغانستان رو ما بگیریم. ما تاکید داریم سر نظامی که مبنا برابری حقوق، شهروندی و عدالت باشد، دموکراسی و حق مردم در تعیین سرنوشتشان. وقتی حقوق برابر شد، پشتون با هزاره با تاجیک با ازبک، هندو با سیک و ایماق با نورستانی با هم برابر است. این چیزی که ما شما من حیث مهاجر از حق برخوردار هستیم که نروژی اصیل، آلمانی اصیل، فنلندی اصیل، مثلا تمام ملت‌های دیگه برخوردار هستند. چطور از این مرحله عبور کنیم؟ چه نوع نظامی میتونه با توجه به پیشینه تاریخی و شکست‌های ممتد و مکرر تاریخی قضیه افغانستان را حل بسازد؟ من تصور نیست که هنوز ما به بحث نیاز داریم. ممکنه خیلی کسا با ما موافق نباشد، ولی تحلیلی که ما از وضعیت داریم، ما یک بحث خیلی جدی ضرورت داریم. همین فردا یک هفته بعد از آدرس سازمان ملل نماینده ویژه فرض را بر این بگذاریم که تعیین شد، آمد میخواد با احزاب سیاسی گفتگو کنه. احزاب سیاسی واقعا اما حق و برنامه‌شه برای عبور از طالب چیست؟ یک مرحله. برای نظام آینده افغانستان چیست؟ دو مرحله. آیا واقعا طرح وجود داره؟ نه خیر، متاسفانه. بحثی اساسی دیگر است. احزاب سیاسی هم باید بپذیرند که یک بخش از واقعیت افغانستان است. امروز سری از تحصیل کردگان، مجموعه‌ای از قلمبدستان و اندیشمندان در جامعه افغانستان و خصوص در جامعه هزاره افغانستان ظهور کرده که هر کدام میتونه با دید کارشناسانه قضایای افغانستان، پیشینه تاریخی افغانستان را بررسی کنه. ما باید به این درک برسیم که همه حق دارند صحبت کنند. واقعیت دیگر امروز با افتخار در خدمت آقای گلزاری قرار داریم، پژوهشگر و تاریخ نویس افغانستان به وجودش افتخار داریم. چیزی که مهم ما به یک فهم تاریخی ضرورت داریم. در طول تاریخ ما نتوانستیم به موقع وضعیت را درست تحلیل کنیم، در مطابقت به تحلیل وضعیت اقدامات و استراتژی‌های مناسب اتخاذ کنیم. من احساس به عنوان یک فردی که یک مقدار مطالعه دارم درباره وضعیت افغانستان، ما واقعاً در فهم تاریخی افغانستان مشکل داریم. غنیمت‌های روزگار مثل آقای گلزاری، مثل استاد کاظم یزدانی وجود داره. میتونه وصل کنه، میتونه یک فهم تاریخی دقیق در مورد مسائل عمده‌ای که باعث شکست ما شده، آسیب شناسی دقیق را با توجه به مطالعات تاریخی در اختیار ما قرار بده. چرا از این ظرفیت‌ها به شکلی که بنیان آینده افغانستان را تغییر داده شود، بنیان آینده افغانستان بر انسانیت و مناسبات انسانی گذاشته شود، چرا از این ظرفیت استفاده شده؟ ما برداشت نیست که هم به لحاظ تاریخی، فهم تاریخی، هم به لحاظ تحلیل وضعیت فعلی و تحلیل مناسبات هم بین المللی، هم به لحاظ آسیب شناسی هایی که در گذشته داشتیم، نیرو و ظرفیت کافی وجود دارد. این نیرو بسیط شود، این نیرو هماهنگ شود و برای آینده افغانستان کار کنه. بحث نه است که ما در نتیجه میخوایم، با وجود که میخواستیم کوتاه صحبت داشته باشیم، در نتیجه میخوایم بگیم که ما به تحلیل دقیق این تحلیل برمیگرده به وضعیت فعلی افغانستان، وضعیت مناسبات بین المللی، نوع نظام، چگونگی وضعیت ما، توانمندی‌ها، نقاط ضعف و همه مواردی در تحلیل وضعیت میاد و اتخاذ یک استراتژی و یک دیدگاه واحد نیاز داریم. من تصور اینه که در هر سه نقطه مشکل داریم، هم در تحلیل وضعیت که در خیلی از موارد نمیدانیم و هم در رابطه به اتخاذ یک استراتژی و هم به دیدگاه واحد. ما نیاز داریم که در این سه عرصه با ظرفیت وجود داره کار صورت بگیره. حرف اخیر میگه که در کنار ده‌ها میراث ماندگاری که رهبر شهید داشته، سه میراث را ما نیاز داریم که بازخوانی صورت بگیره. میراث اول اقتدار سیاسی است. ما نباید فراموش کنیم که شهید مزاری با قیمت جان خود در مقاومت غرب کابل صحبت اقتدار سیاسی هزار قامت را کرد.
میراث نیاز داره که ما بار بار بخوانیم و بار بار بخوانیم و متوجه شویم که ما این نقطه ضعف کجاست. میراث دوم انسجام بود. احزاب چند پارچه را تحت یک چتر تلاش کرد که انسجام میان نیروهای داخلی به وجود بیاید. من تصور می‌کنم که از این میراث پاسداری نشد. حزب وحدت چند پارچه، ملت چند پارچه، دیدگاه‌های متفاوت حتی در مورد اصول کلی هم به توافق نمی‌رسید. زمانی رسیده است که با درک پیام و میراث ماندگار شهید مزاری درباره انسجام نیروها ما باید به توافق برسیم. من انتظار ندارم که همه روی همه موضوعات به توافق برسیم. برای انتظار این وجود داره و معقول انتظار که روی خطوط اساسی و روی موضوعات کلی باید به توافق برسیم و یک راهکار و استراتژی داشته باشیم. میراث سوم شهید مزاری که میراث ماندگار است، در کنار ده‌ها میراث دیگر از نظر من طرح و برنامه. هیچ وقت شهید مزاری بدون حرف و برنامه در همه عرصه‌ها فدرالی مطرح کرد به خاطر نظامداری، بحث حقوق زنان مطرح کرد، بحث انتخابات و همه سخنان شهید مزاری ببینید در کمتر مواردی که ما پیدا نمی‌کنیم مواردی که شهید مزاری طرح و برنامه نداشته باشه. در محدوده شرایط موجود در هر عرصه طرح و برنامه داشت. ما جای یک برنامه عمل را برای هزاره‌های افغانستان به صورت مشخص، برای مردم افغانستان به صورت کل خالی ببینیم. اگر این خلاها پر نشود ما فکر کنم دوباره دچار مشکل خواهیم شد. در نهایت یک جهان سپاسگزار هستم از اینکه مرا دعوت کردید و از اینکه فرصت فراهم شد تا بعضی از صحبت‌ها ممکنه صحبت‌های شیرینی نبود، ولی در مجموع بعضی اوقات نیاز است که بعضی صحبت‌هایی که حتی دلپذیر هم نباشه باید گفته شود، با واقعیت‌های تلخ هم خود را روبرو بسازیم تا برای آینده با آمادگی بیشتر ورود کنیم. السلام